سلام دوستان عزیز، نوشین فرجام هستم در برنامه دانش و آگاهی در تلویزیون عصر امروز. امیدوارم هر جای دنیا که هستین خوب و خوش و سرحال باشین و در هفته آینده جشن شکرگزاریه که بهش میگن تانکسگیوینگ در آمریکا و فکر میکنم در خیلی ممالک دیگر هم جشن میگیرن. پیشا پیش تانکسگیوینگ رو به همه شما که جشن میگیرین تبریک میگم و امیدوارم که سالهای سال در کمال آرامش و خوبی و خوشی و سلامتی دور دوستان و فامیلتون بتونین جمع بشین و مهمونی های خیلی خوب داشته باشین. امروز بعد از مدت ها که دوست عزیزم خانم الی ادهمی رو ازشون درخواست کرده بودم که برگردن، موفق شدیم بله خودمون داشته باشیم در برنامه‌مون. سلام عزیزم. سلام. خیلی ممنون که لطف کردی بالاخره وقت پیدا کردیم تو برنامه. خیلی ممنون از دعوتتون، خوشحالم که اینجا هستم. همچنین. و سلام به بینندگان عزیز. مرسی. من یک مقدمه خیلی سریع راجع به الی جون میگم. ایشون در برنامه قبلی ما زیاد بودن، شما میتونین برنامه قبلیشون رو ببینین، پر از محتواییه که بی نهایت چیز ازش یاد میگیرین برای زندگیتون. ایشون روان درمانگر و مشاور ازدواج و خانواده هستن. تخصصشون در روابط پرتنش و یا های کانفلیکت ریلیشنشیپ هستش. مدرک فوق لیسانسشون رو از دانشگاه که در روانشناسی با تاکید بر سیستم های خانوادگی بوده رو از دانشگاه فیلیپس که فیلیپس گریجویت یونیورسیتی هست گرفتن. تز دانشگاهیشون رو درباره تحقیق بر روی تأثیرات منفی ضربه‌های روحی و آسیب‌های روانی دوران کودکی بر روابط رمانتیک و عاشقانه دوران بزرگسالی نوشتند که این تحقیق در دانشگاه فیلیپس به انتشار رسیده و در برنامه‌های اولیه‌مون ما راجع به این تزشون یه مقدار زیادی صحبت کردیم. برنامه‌مون روی این برنامه بوده. خانم ادهمی با این عقیده هستن که 3 بود در سایکولوژی هستش. یکیش سایکودینامیک روانکاوی هستش، اتچمنت تیوری که فرضی های وابستگیه و فامیلی سیستم که سیستم خانوادگیه. اساس روان درمانیشون رو روی این بنا کردن و تجربیاتشون رو که از روانکاوی در میپل کانسلینگ سنتر به دست آوردن در دفتر شخصیشون الان در بیولی هیلز همه رو با هم دیگه توأم کردن و به کسانی که بهشون مراجعه میکنن کمک میکنند و رسیدگی میکنن. در صورت امروز یک برنامه بی‌نهایت جالب هست که فکر میکنم در این مقطع زمانی که همه دارن راجع به ازدواج صحبت میکنند خیلی به دردتون میخوره. حتما به اشتراک بگذارین. من میدونم که این برنامه بی‌نهایت مفیده. امروز برنامه‌مون راجع به آشنایی به قصد ازدواجه. خب بفرمایین که ما هممون بچهای سینگل داریم، یه کمی بهشون یاد بدیم ببینیم چی کار کنن. بله، بازم سلام به بینندگان عزیز. سوژه این هفته رو این شو رو به این دلیل اینجور انتخاب کرده بودم به خاطری که الان هر جا که با هر دوست آشنایی صحبت میکنی، هر جا همه با هم دیگه جمع هستن، میگن چقدر همیشه بحث میره سر این که چقدر ازدواج برای جوانها مخصوصا این روزا سخت شده. برای همین این سوژه رو انتخاب کردم، آشنایی به قصد ازدواج. خیلی وقتا که با جوونا صحبت میکنی، من 3 تا اگزمپل نوشتم از حرفایی که جوونا میزنن وقتی که دارن دیت میکنن. مثلا میگن که اگر بگم از اول که قصد من برای بیرون رفتن و آشنایی ازدواج هستش، حالا فکر میکنه من عاشق همین شدم و میخوام با این ازدواج بکنم. برای همین خجالت میکشن که اگر که با کسی دارن میرن بیرون اصلا بیان کنن که من قصدم از آشنایی با کسی ازدواج هستش. آیا به سن ربط داره؟ بعضی جوان‌تر باشن، سن بالاتر باشه؟ بعضی وقتا. ولی بعضی وقتا این اصلا خجالتیه که هست.
یا میگن که حالا بریم با هم دیگه بیرون چند دفعه ببینیم چی میشه، اگه ازش خوشم اومد بعد راجع به ازدواجم فکر میکنم. یا مثلا یه بار میرن بیرون، بعد از همون بار اول میگن با هم کمستری نداریم. مثلا اون جاذبه فیزیکی physical attraction و کمستری رو اشتباه میگیرن با اترکشن عاطفی، جاذبه عاطفی، به خاطری که جاذبه عاطفی وقتی که وجود بیاد توی یه رابطه، جاذبه فیزیکی خیلی راحت میتونه بعداً به وجود بیاد. ولی اگه برعکس باشه دلیل بر این نمیشه که بعداً اون جاذبه عاطفی هم بتونه باشه. این درست مثل این میشه که ما مثلا اگه ازدواج رو بخوایم مجسم کنیم مثل یه معماری یک بیلدینگ خیلی با عظمت قشنگ لاکچری که من ولی برای ساختنش یک کمک مهندس احتیاج دارم، یه مهندس دیگه احتیاج دارم که با هم دیگه این بیلدینگ رو بسازیم، معماری بکنیم. ولی من اصلا خجالت میکشم که الان که دارم میرم بیرون بگم من میخوام همچین یه نفر رو احتیاج دارم منو کمک بکنه با هم دیگه معماری این ساختمونه انقدر پر اهمیت و قشنگ رو انجام بدیم. یعنی میخوام که جوونا به این فکر بکنن که اگه من اینو از اول بیان نکنم پس اصلا دنبال چی هستم؟ اگه قصدم ازدواج هست واسه چی نیام اینو در دیت بیان بکنم که من منظورم از آشنایی با شما اینه. مثل هر پروژه، کار، تصمیم مهم و بزرگ که احتیاج به برنامه گذاری، تنظیم، نقشه کشی، مثل بلوپرینت مهندسی ساختمان که به مبنای یا قانونهای به خصوص و ایجاد شرایط درست باید جلو بره که ما به مقصد دلخواه برسیم، ازدواج سالم هم مقصدی هست که از راه به خصوصی میشه به اون رسید. درست. آشنایی برای ازدواج به این معنی هست که از قرار ملاقات به عنوان فرصتی برای شناختن فردی در سطح عمیق‌تر و دیدن این که آیا ازدواج با این شخص امکان پذیر هستش یا نه. یعنی از روز اول به این چیز برن جلو، با این ایده برن جلو و بگن به طرفم. بله، اگر که قصدمون ازدواجه مثل همونطور که گفتم این من یه بلوپرینتی رو میخوام باید درست بکنم یا نقشه کشی باید بکنم، باید ببینم این کسی که من دارم باش میرم بیرون آیا میتونه اون مهندسی باشه که با من این بیلدینگ به این عظمت و با شکوهی و قشنگی رو بسازه. خب پس من بعد از اول به اون بگم که قصدم از بیرون اومدم با تو اصلا چیه. و دنبال جستجوی ارتباط معنادار با آگاهی از آنچه که میخواهیم و به همون اندازه مهم آنچه که نمیخواهیم. پس اگر که ما بخوایم بدونیم که هر چه چیزایی رو میخوایم و چه چیزایی رو نمیخوایم، اینا یه پیش نیاز داره، یه prerequisite داره. بله. اوکی؟ چون که ما نمیتونیم بشیم این آدمه که الان انقدر قشنگ با قدرت بگیم که چی میخوایم، هدفمون چیه، قصدمون چیه. یه شرایطی باید باشه که ما بتونیم اینجوری بیان کنیم خودمونو. یعنی هر کسی که واقعا میخواد ازدواج بکنه به نظر من در بستگی به سن و سالش هم نداره، باید بشینه بنویسه که چی میخواد و چی نمیخواد که وقتی که میره توی دیت هم تو الکی چیز نباشه، یعنی یه چیزی باهاش باشه که واقعا بدونه که من از این زن یا از این مرد که این خصوصیت ها رو دارند خوشم میاد، این چیز رو در زندگی میخوام. همین که مثلا خیلی ها میگن که ما میخوایم ازدواج بکنیم، به قصد ازدواج میخوایم بریم و یه وقتایی میترسن بگن که مثلا دخترها الان همه دارن کار میکنن، بیشتر دخترها الان بیزنس خودشون دارن کار میکنن، درآمد مالی دارن، مستقل هستن. آره مستقلن. ولی من میدونم که خیلی دخترها هستن که امکان داره وقتی که بچه دار بخوام بشن نخوان کار بکنن یه مدت. بله. اینا باید همش در همون
چندین بار اول فکر کنم صحبت ها شده بله. باشه اینا که همه بدونن رو که چیه. گذاشتم الان میرسیم بهش به همش. اصلا پا برهنه دویدم. نه پا برهنه ندویدم. نه چون خود من دخترم دیت میره مثلا بره حتما اینو میدونم که راجبش صحبت میکنه. That's very good. آره. شرط اول موفقیت در آشنایی شناس از خودمه. آخ به به. خب من کیم، چیم، از چه خانواده‌ای، از چه گذشته‌ای اومدم، از لحاظ شخصی به کجا رسیدم و به کجا میخوام برم. آشنایی دارم با ارزش‌ها و استانداردهایی که برام مهمه، از لحاظ شخصیتی، حرفه‌ای، تحصیلات، مذهبی، حتی تفریحی. یعنی از اون شناختی که از خودم دارم میدونم که دنبال چه کسی هم میگردم بر مبنای اون کسی که من هستم. با گذشته خودم و مسائل خانوادگی، آسیب‌های کودکی تا حدی کنار اومدم. آگاهم و رو خودم دارم کار میکنم. منظورم این نیست که من الان پرفکت شدم. پرفکت بودن هیچ وقت وجود نداره. ولی به یه آگاهی باید ما رسیده باشیم از اون چیزی که بهمون گذشته و یه جوری باش کنار اومده باشیم که الان اون شخصی هم که داریم انتخاب میکنیم یه جوری در رشد من و در بهتر شدن من و من در رشد اون و بهتر شدن اون با همدیگه بتونیم صمیمی باشیم و پارتنر باشیم. از چالش‌های رفتاریم، اخلاقیم آگاه هستم و دارم روش کار میکنم. یه چیز خیلی مهم اینجا اینه که یک منتور در این راه رشد من همیشه باید داشته باشم که منتور میتونه یه تراپیست باشه، میتونه یه دوست خانوادگی خیلی خوب باشه که منو از راه از نزدیکی میشناسه و میتونم من همیشه باهاش چیزای مختلف در میون بذارم و منو کمک بکنه. آدم همیشه به اونم احتیاج داره. حالا وقتی که این پیش نیازها، پری‌رکوزیت ها وجود داره، حالا تازه ما میتونیم وارد دیتینگ بشیم که ببینیم این طرفی که ما داریم باش میخوایم بریم بیرون آیا اون کسی هست که میتونه با ما کمک بکنه برای آماری و مهندسی این بیلدینگ. حالا شما بفرمایید بعد من دوباره چی بگم براتون. یه چیزی آخه به نظرم الان اومد فرق این که الان خیلی بچه‌ها روی آنلاین دیتینگ روی سایت های مختلف میرن و از اونجا یه نفر رو پیدا میکنن. بله. این یا اینکه آیا سوال اینه که اگر بخواد کسی معرفی بشه اون چطوره؟ آیا ارجحیتی هست به هیچ کدوم یا نیست؟ اینا جزء اینا هست یا نیست؟ نه سوالتون خیلی عالیه. جزء اینا نیست. خب پس اینو جواب بده. حتما. الان یه پرابلم خیلی بزرگی که من میبینم مخصوصا با کلاینت های جوونی که دارم کار میکنم خیلی هم نزدیکتر میبینم که چی میگذره. آنلاین دیتینگ به unfortunately متاسفانه شده یه جای فقط واسه هوکاپ معمولا. یعنی فقط با هم فارسی میشه چی؟ فکر کنم هوکاپ دیگه همه بلدن یعنی چی؟ فقط میخوان با هم دیگه یه خوشگذرونی داشته باشن. اصلا یه حالت مثل اعتیادم شده. سوایپ لفت، سوایپ رایت، این منو لایک کرد، اون منو لایک نکرد. یه دیتی با هم دیگه میذارن میرن بیرون. اونجوری که من تجربه کردم تا حالا با دوستا آشناهای با کلاینت هایی که کار میکنم بیشتر کسایی که توی اپ با هم دیگه آشنا میشن آدمای سریس به ازدواجی نیستن. نمیگم اصلا نمیشه چون که آدمم میشناسم که شده با اپ رفته بیرون شده. ولی اگر که یه نفر بشناسه دو نفر رو یه زوج رو بخواد با هم دیگه ستاپ بکنه یه فردی که واقعا هر دو همه چیز رو سنجیده باشه، اونم نه که الکی آدم ها رو بخوان با هم مچ بکنن که از نزدیک هر دو نفر رو بشناسه و مچاپشون بکنه. به نظر من این بهترین راهه. یا در محیط کار، در محیط ورزش، در یه محیطی که همیشه روزانه همدیگر رو میبینن خودشون همدیگر رو ببینن. از اپ به نظر من خیلی موفق تره. فقط اون بعد وقتی که یه وقت میاد اینا رو به هم معرفی میکنه اگه اینا یه دعواشون بشه فوش نخوره. دیدی که یه نفر رو دو نفر رو معرفی میکنن بعد یارو وقتی خوشحال اهمیت نمیده ولی وای به وقتی که یه دعوایی بشه اون بیچاری که اینا رو معرفی کرده 100 تا
چیز میکنن. خب. به این دلیل خب اونم باید خیلی چیز باشه، باید خیلی سنجیده باشه. درسته. و اینکه بگه ولی خودتون میدونین من این شناختیه که من دارم. بله. و یه چیزی که بعد همیشه توصیه بشه اینه که شما این چیزیه که من از بیرون این طرف رو دیدم فکر میکنم به تو میخوره. درسته. یا خانوادهش خانواده خوبیه، ولی خواهش میکنم همون با منتوراتون صحبت بکنین، با ربایتون صحبت بکنین، پیش تراپیست برین، پریمریتال تراپی برین. بله. من مسئول این نیستم که حالا حتما همه چی 100% درست در بیاد. بعد یعنی دو نفر در هر صورتی که هست باید خودشون برن همدیگر بشناسن. فرقی نمیکنه که حالا آنلاین دیتینگ یا معرفیه. بله. واقعا باید خودشون هم انقدر برن با هم، برن و بیان که من همیشه هم میگم، من از بچگی به بچه‌هام هم گفتم اگر توی حالا مثلا ایرانی هستن یا هر چیزی هستن یا آمریکایی فرق نمیکنه، اگه خانواده تو اون شهر هستند حتما برن و بیان. بله. یعنی تو خانواده من باشم از همون جلسات اول اگر فکر میکنم که طرف خوشش میاد از اون کسی که داره باش دیت میکنه، حتما یه کار بهشون میگم که برین تو خانواده. چون خیلی ها احساس میکنن که باید 1-2-3 سال با یکی برن بیرون. اونم بهش میرسیم. میرن بیرون شما کاملا. و بعد یه چیزایی هستش که اصلا وقتی که میرین تو خانواده بهتر میبینین. بله. و خانواده بهتر میبینن یه سری چیزا رو که میتونن کمک کنن در اینکه به قول معروف تامز آف یا مثلا بهش بگن که این خوبه یا بده. البته خانواده‌ای که باهاش راحت باشیم. آره. یعنی باید خانواده‌ای که تراست میکنیم. درسته. یعنی احساس سیفتی داریم توش. یعنی ما نه که فقط که آره. بله. یعنی الان داریم میگیم این پری‌ریکویزیت ها هست. آره. حالا وقتی که میخوایم وارد دیت کردن بشیم، آشنایی بشیم، میخوایم حالا این پری‌ریکویزیت ها هست، این پیش نیازها هست، حالا داریم شروع میکنیم دیت کردن. اولین چیزی که خیلی مهمه ایجاد حد و مرزه، داشتن باوندری. حد و مرزهای فیزیکی، عاطفی، معنوی برای محافظت از خودمون و برای رابطه. یعنی اگر که بخوایم رابطه سالم جلو بره که بتونه به یه ازدواج موفق برسه، باید حتما باوندری یکی از مهمترین چیزایی که توش باشه. داشتن این هدف و یادآوری دائم اون که من دارم دنبال شریک زندگی میگردم. به خاطر که خیلی چیزا بعضی وقتا یه قدرت جاذبه های دیگه ای هست در رابطه که حواس ما رو پرت میکنه. ممکنه اصلا این شخص یا اون زوجی که ما داریم با هم دیگه میشیم به درد ازدواج نخوره، ولی مثلا حواسم پرت شده که من به چه منظوری داشتم میرفتم بیرون. برای همین یادآوری دائم اون که من دارم دنبال شریک زندگی میگردم. وقت آشنایی درستی خودمون رو داشته باشیم، آشنایی درستی از خودمون داشته باشیم، حالا میتونیم استانداردها و ویژگی واضح و مشخص داشته باشیم برای نوع فردی که میخوایم پیدا کنیم و چه انتظارهایی داریم از رول اون به عنوان همسر. اوکی؟ یعنی ما داریم با تمام این فکرها هر دیتو میریم، خوش میگذرونیم، صحبت میکنیم، شوخی میکنیم، اون لایتنس یه دیت و اون فانو داره، ولی ته مغز ما داریم به تمام این چیزا فکر میکنیم دائما که من دارم میام که اون شخص مورد علاقه رو پیدا بکنم. یعنی همه چی رو به دید خرید دارم نگاه میکنم. ولی در تمام مدت هم آدم باید خودش باشه. این که میگی خودشناسی خیلی مهمه که شخص واقعا خودش باشه، چون خیلی رول بازی میکنن. بله. رول بازی کردن نداره. اگه میخواین طرف رو خوب بشناسین خودتون نباید رول بازی کنین، چون با اینکه شما آدم خودتون باشین اصلا باعث میشه که طرف مقابلم شروع کنه خود اصلیشو نشون بده. خب نمیتونه دیگه بازی کنه. That's right. حالا نوع صحبت هایی که با هم دیگه داریم در دیت کردن، به نظر من باید راجع به تمام چیزای مهم که یه زندگی سالم رو میتونه بسازه صحبت بشه.
حالا همش نه تو یکی دو دیت، ولی در این ملاقاتی که با هم دیگه داریم، در چند هفته چند ماهی که داریم بیرون میریم، این چیزایی خیلی مهمیه که باید راجبش صحبت بشه و فقط همینجوری سطحی راجب اینا صحبت بکنیم بگذریم نیست. چیزی که مهمه اینه که بسنجیم ارزش هایی که قائلیم واسه هر کدوم از این سابجکت ها. ولیو سیستم این آدم چیه و من راجب ولیو سیستم خودم در این کاتگوریا صحبت بکنم. یکیش هست religious and cultural views که در ضمن اینا وقتی هم که معمولا وقتی که برای پریمریتال تراپی میان، یکی از اینا مخصوصا یه جاهای لغزش پیدا کرده که مطمئن نیستن که آیا با هم دیگه زوج سالمی میتونن باشن یا نه، که میان، یا بعضی وقتا هم میان برای پریمریتال تراپی که فقط دابل چک کنن خودشونو، ببینن به اندازه کافی وارد این کاتگوریا شدن یا نه. یعنی وقتی که تو آفیس میان این چیزا رو من بیشتر باهاشون چیز میکنم. Religious and cultural views، دیدگاه های مذهبی، فرهنگی و خانوادگی. خب سوال، شور اگر دو نفر هستن که از دو دین مخالف هستن چی؟ دو نفر از دو تا دین مخالف معمولا زندگی سالمی ندارن، نه فقط به خاطر خود اون مذهبا که ممکنه با هم تضاد داشته باشه، ولی به خاطر اون اخلاقای خانوادگی که وجود داشته، اونجوری که آپبرینگینگ من بوده، ما اون فارسیشو الان دوباره یادم رفت، اون کامن گراوندمونو، اون چیزای مشترکمونو automatically کم داریم. حتی اگر که هر دو بگیم که مذهب رو قبول نداریم، اصلا من مذهبم رو پرکتس نمی کنم، ولی یه جایی اون باز خودشو معمولا در اکسپریمنس من این بوده که نشون داده و باعث اختلاف شده. اگر کسی بخواد بیاد به دین اون یکی، یعنی دینشو عوض کنه، مثل پارتنرش بکنه، چی؟ اون چطوره؟ یعنی کانورت بکنه، دینشو عوض کنه. اگر که کانورژن واقعی باشه، اونم باز به نظر من موقعی فقط کار میکنه که اون طرف واقعا میخواد، حتی اگه با این ازدواج نکنه، میخواد اون مذهبه باشه. اگه به خاطر یعنی مذهب نگه داره اونو. exactly. اگر که اون آدم رو نگه داره، اگر که فقط برای نگه داشتن اون آدم میخواد مذهبش رو عوض بکنه، اون باز it's not gonna work. به خاطر اینکه این کار رو فقط کرده که الان این طرف رو به دست بیاره، بعد میزنه زیر همه چی. درسته. اوکی. چون بعدش هم میدونم که توی مثلا دین یهود یا دین اسلام یا حتی توی مسیحیت چیز هستن، مسیحیت که خیلی شعبه‌های مختلف داره، اونا هم هستن مثل اینه که دوتا دین مختلفن. توی یهودیت هم همینه، بعضیا خیلی دینی هستن، بعضیا خیلی بیدین هستن به اصطلاح. آره، ولی توی اسلام هم همینه. ولی توی جودیزم همه یکیم، یعنی ابزروانسمون لولای مختلف داره. ولی کسی که جویشه، حالا چه مثلا شباتو نگه می‌داره جویشه، یکی پورک هم میخوره ولی جویش به دنیا آمده جویشه. برای همین حتی این قانونای توی مذهب‌ها هم فرق داره. همینجاست که خودش باعث اشکال میتونه بشه. همون من میدونم که خیلی هستن که مثلا اول ازدواج میکنن، هیچ کدومشون مذهبی نیستن، بعد یه مرتبه اتفاق میفته، اون آقا یا خانم شروع میکنه مذهبی شدن و پارتنرش نمیتونه عوض کنه خودشو و بعدش تازه به اشکال میخورن. خب به نظر من اگه کانکشن همین از قبل از ازدواج کانکشن درست بره جلو و ما اگه توی یه ازدواج موفق هستیم، تا اونجایی که من دیدم این پرابلم ها پیش نمیاد، به خاطری که انقدر صمیمیت و یکی بودن وجود داره توی اون زندگی که اگر که من خودمم نمیخوام اون راه برم، ولی اون ریسپکت رو به پارتنرم میذارم که اون داره اینو انجام میده، یا اصلا با هم دیگه میریم جلو. یعنی اون باز نشون دهنده اشکالای دیگه در ازدواجه که مذهب اکسکیوزشه. درسته. یعنی با مذهب داره خودشو نشون میده، ولی پرابلم عوض کردن درجه مذهب نیست به نظر من. اوکی. Life and personal goals. career, school, entertainment, travel. هدفهای تحصیلی، حرفه‌ای، آرزوهای شخصی،
حتی راجع به سرگرمی و هابی، سفر رفتن، اینا چیزاییه که ما اونجوری که بودیم تا الان و اونجوری که میخوایم ادامه بدیم باید با هم دیگه شیر کنیم. Creating intimacy، روش های ایجاد صمیمیت. مثلا برای یه چیز اینجا یه ذره اون love language هم میتونه جزش باشه. مثلا اون چیزی که برای من مهمه که من احساس صمیمیت داشته باشم، بهم دست بده، پارتنر من برام انجام بده، ممکنه با اون چیزی که شما میخوای فرق داره. باید راجع به این چیزا با هم دیگه صحبت بکنیم. مثلا یکی کادو خریدن دوست داره، یکی تایم دوست داره با یکی سپند بکنه، مثلا بشینیم با هم دیگه یه چایی بخوریم و اینا رو با هم دیگه سعی بکنین که نشون بدین که من چی دوست دارم، از چه راهی خوشم میاد، تو چی دوست داری. اینا با هم دیگه همیشه چیز داشته باشه، یه هارمونی داشته باشه که یه موقع کارهایی که تو احساس صمیمیت میکنی و انجام بدیم، یه موقع کارهایی که من دوست دارم و انجام میدیم، یه چیزایی هم خیلی مشترک داریم. درست. با هم دیگه. البته خب کتاب و اینا هم خیلی راجع به این چیزا زیاده. یکیش هم همین 5 زبان عشق یا 5 love languages دکتر گری چپمنه که به تمام زبونهای دنیا به واقعا این ترجمه شده و هر جای دنیا که هستین میتونین اینو پیداش بکنین. خیلی چیز خوبیه، خیلی بیسیکه، ولی خب یعنی حالا که گفتین یکم میخواید راجبش توضیح بدیم که 5 تا زبونیه که به اصطلاح میگن که همه مردم یکی از اینها بیشتر وقتی که طرف مقابل براشون اون کار رو انجام بده احساس میکنن که طرفشون دوستشون داره. بله، مثلا من شاید دوست دارم خیلی زیاد نمیخوام بریم توش، نه میدونم، ولی مثلا اگزمپل اینه که من کادو بدم احساس میکنم صمیمیم با شما رو دوست دارم، ولی شما شاید از کادو اصلا خوشت نمیاد. شما اون وقتی که من باهات صرف بکنم، بشینم باهات یه مووی ببینم، یه چای بخورم، شما اونو دوست داری. پس من دوست داشتن یا احساس صمیمی داشتیم با هم و نباید به اون چیزی که من خودم میخوام و فکر کنم شما هم همونو میخواید. و قبول کنم، یاد بگیرم که این آدم که دارم باش میرم بیرون دیت میکنم، میخوام باش یه رابطه صمیمی داشته باشم، اون چی دوست داره، من یاد بگیرم لنگویج شما رو باهاتون صحبت بکنم. البته یه راه یادگیریش اینه که طرفو خوب ببینین که چی کار برای شما بیشتر میکنه. چون کسی که مثلا گیفت میده کسیه که دوست داره گیفت هم بگیره. کسی که براتون میاد بنزین میره میزنه یا ماشینتون رو میشوره یا میاد خونتون acts of service، آره acts of service، ظرف میشوره، این داره عشقش رو به شما اینجوری نشون میده. پس شما هم میتونید همون جوری به قول معروف معامله به مثل کنیم. چیه؟ That's right. اینا میتونیم بخونیم هم دیگه رو اینطوری. یه چیز خیلی مهمه دیگه هست finances، امور مالی. اون که خیلی مهمه. راجب دارایی و بدهی هایی که داریم باید خیلی آنست باشیم با هم دیگه و وضع خانوادگی و مسئولیت هایی که ممکنه من به خاطر وضع خانوادگی داشته باشم و مسئولیت هایی که در زندگی مشترک از همدیگه انتظار داریم از لحاظ چیزای فاینانشال، چیزای مالی. مثلا ممکنه یه خانوادگی کارشون با همه، مثلا جمع المالن، یا ممکنه مثلا وضع خانواده خوب نیست، دختر خانواده یا پسر خانواده باید کمک میکنه و این باید ادامه پیدا بکنه. ما راجع به این چیزا بدون رو در وایسی خیلی راحت باید بتونیم بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، چون که اگه نکنیم ایناست که بعداً توی همون 1-2 سال اول ازدواج باعث پرابلم میشه. و اینو قبولم باید، یعنی طرف مقابلم باید همون جوری قبول کرد. یه وقت نگین که خیلی هم میرن اول قبول میکنن، طرف دلشو میرزه به قول معروف بیرون، اون یکی قبول میکنه همه رو، ولی یه 2-3 سالی که میگذره یه مرتبه به قول معروف دوزاریش میفته که چرا من اصلا این کارو چرا قبول کردم، شروع میکنه اذیت و آزارش کردن. این حرفا که زده میشه برای اینه که در آینده هم پشتیبان همدیگه باشیم، نه که اینکه به قول معروف عشقیت تموم شد بعد از 2-3 سال
و مهمی این که آنستلی همه چی رو صادقانه آدم بگه. یه موقع هم که پرابلم میبینین میشه بعد از 1-2 سال ازدواج یه دروغایی میزنه بیرون یه هایی، یا مثلا یه چیزی رو گفته شده راجبش گفته شده ولی یه دروغای خیلی بزرگی هم این وسط یه جورایی بوده، یعنی completely honesty توش نبوده. همون باید honest باشن دیگه، یا هیچ کدوم این چیزا هم اگه وجود نداشته باشه خیلی مهمه که همون مسئولیت هایی که قراره به عهده بگیریم از لحاظ فاینانشال، من یا تو یا با هم دیگه، که برمیگرده به همون که شما گفتین اول برنامه. گفتین مثلا یه دختری ممکنه خیلی هم مستقله ولی دلش میخواد وقتی که ازدواج میکنه بچه دار میشه یه اکسپکتیشن هایی داره که اون رول شوهرش براش انجام بده. درسته. اینا رو بدون خجالت و خیلی راحت بتونه عنوان بکنه، بگه. in-laws، انتظارات ما از مادر و پدر خودم و همسرم. ما چه نقشی رو دوست داریم خانواده های همدیگه توی زندگی ما بازی بکنه. اون میتونه برگرده به ریچوالای خانوادگی که مثلا چجوری اون صمیمیت و نزدیکی رو با یه خانواده میشه کانتینیو کرد، ادامه داد در زندگی مشترک. یه موقع میتونه مثلا چیزایی باشه که مثلا من الان سنم یه جوریه که میخوام فوری بچه دار بشم ولی هنوز مدرسه‌ام دارم میرم. مامان من قراره کمک بکنه بچه‌ها رو بزرگ بکنیم، من انتظار دارم مامان تو هم بعضی وقتا کمک بکنه. این هم نیست که باید 100% اون چیزی که من میخوام باشه، اگه نه این مچ درستی نیست. نه، موضوع اینه که راجع به این سابجکت ها باید صحبت بکنیم، ببینیم که اگرم که اون چیزی که من انتظار دارم نمیشه، فلکسیبیلیتی باید باشه، یه جور دیگه باید ورک اوتش کرد. از قبل از که وارد ازدواج بشیم بدونیم که قراره چجوری هندل بکنیم ما این چیزا رو. خیلی مهمه. بله. فامیلی پلنینگ که میشه همون بچه و تشکیل خانواده. چند تا بچه و چند تا بچه، مثلا چه نوع سکولینگی دوست دارم بچه‌م بره. مثلا ممکنه یه نفر خودش پرایوت سکول رفته دوست داشته بچه‌هاش هم پرایوت سکول برن، یا برعکس نمیخواد بچه پرایوت سکول بذاره ولی اون شخصی که داره باش آشنا میشه دوست داره حتما بچه‌هاش مثلا پرایوت سکول برن. این چیزاییه که توی همه این صحبت‌های مهم آدم طرفو میشناسه و ولیوشو میشناسه. برمیگردیم به اون شو قبلی که داشتیم، رابطه جنسی قبل از ازدواج، که داشتم میگفتم چرا صدمه میزنه به شناخت هم دیگه و بعداً پرابلم میشه. به خاطر اینکه اون حد میریم به همون حد و مرزه. وقتی اون حد و مرزه نیست و چیزای دیگه اومده توی دیت کردن، دیگه وقت نداریم یا اصلا فکرشو نمی کنیم یا اصلا دیت یه جور دیگه جلو رفته که این چیزایی که انقدر مهمه که ما در شناخت یه نفر راجبش صحبت بکنیم که ببینیم این طرف میتونه شریک زندگی من باشه یا نه، اصلا از یاد میره. میبینین اصلا بعضیا به اندازه کافی واردش نمیشن. یه چیز خیلی مهمه دیگه is managing stress and conflict. باید خیلی مواظب باشیم ببینیم این طرفمون مدیریت استرسش و برخورد با اختلاف نظر چجوری هندل میکنه. از کوره در میره نمیره. فکر کنم اینجا شما خیلی چیزا بخواید بگید. ببین باز برمیگرده به شناخت قبلی که شخص از خودش همیشه متاسفانه وقتی کسی رو خودش کار نکرده باشه و با یک نفر جدید آشنا میشه، هنوز اون بارهایی که از قبل توی وجودش بوده و روشونش بوده رو داره با خودش میاره. به قول معروف اون چمدونو، اگر کسی بوده که به یک تلنگری به قول معروف عصبانی میشده ولی نمیدونه چرا، چون یه دگمه اون تو هستش که حل نشده. میدونی اینا رو بایستی که قبل از ازدواج و حتی اگر ازدواج کردین برین رو خودتون کار کنین. هیچ وقت برای رو خود آدم کار کردن دیر نیست. یعنی ما هممون اومدیم اینجا که یک رشد بیشتری روحمون بکنه و بعد از این دنیا بریم.
و یادگیری این که ما کی بودیم، کی هستیم و چی هستیم و چه کار میخوایم بکنیم بی نهایت در زندگی مشترک مهمه. چون بعد از اون فقط یه زن و مرد نیستن، خانواده ها هستن و بچه هایی که از این زن و مرد به وجود میان در آینده، که به نظر من اون بچه ها با اینکه تصمیم دارن، یعنی اونا که میان تو این خانواده روحشون به احتمال زیاد آماده یادگیری از این مادر و پدر هست، ولی گناه دارن. بازم یه سری عذابایی که میکشن به خاطر اینکه مادر و پدر عصبانیت‌ها و ناراحتی‌های خودشون دارن و روش کار نکردن، باعث پرابلم و اشکال برای بچه ها هم خیلی میشه. بله، بیشتر کاپلایی که در ازدواج میان برای روان درمانی، برای مشاوره کردن، کاپلز تراپی، بیشتر اشکال ها برمیگرده به پرابلم های شخصی یه نفر یا هر دوشون. یعنی وقتی که اگر روی اون پرابلم های شخصی کار بکنن جداگانه، خیلی وقتا آتوماتیکلی اون پرابلم های که توی زوجشون وجود داره، تو ازدواجشون وجود داره، اونا خودش خود به خود درست میشه. بله. حل میشه. درسته. و بچه ها هم صدمه نمیبینن اونقدر. حالا اگه ما از این راه استفاده بکنیم که اصلا در موقع آشنایی متوجه این چیزا باشیم و هر جا هم که، و این هم نیست که اگر که همه چی اونجوری که من میخوام میرم جلو پیش نمیره، پس ما زوج خوبی نمیتونیم باشیم، این فرد به درد من نمیخوره. نه، همون اون باز بودن و قبول کردن که اوکی اینجا یه جاهایی شاید من از یه بک‌گراندی میام یا یه پرابلمایی در وجود من هست که هنوز نمیدونستم. الان به خاطر این رابطه و چقدر عالی که صمیمی بودن این رابطه داره منو کمک میکنه متوجه بشم که یه جاهایی ممکنه یه چیزایی هنوز از آسیبای کودکی یا از گذشته من اینجا داره یه رولی بازی میکنه که الان به اشکال برخورد کردیم و به طرف چانس بدیم که اوکی پس بیا بریم با همدیگه رو اینا کار بکنیم. اتفاقا وقتی که یه مشکلایی خودشو نشون میده، این میتونه باعث بشه که ما با همدیگه نزدیکتر باشیم اگر که با همدیگه حالا یه راهی رو بریم جلو و درست بکنیم این پرابلم ها رو. این نیست که پرفکت اون چیزی که من میخوام همه چی باید جلو بره، اصلا هیچ وقت پرفکت نیست. و یه چیزی که خیلی مهمه که قبلا هم گفتین شما، فلکسیبیلیتی، یعنی انعطاف پذیری توی ازدواج و حتی یعنی یه چیزی هست خیلی مهمه که فقط فکر نکنیم که حرف منه، هرچی من میگم همون باید باشه. بله. و همیشه بدونیم که ما تو این ازدواج اومدیم که همون جوری که الی جون گفت، یه دونه خونه رو از پایه و بنیاد داریم میسازیم و این پایه و بنیاد ما دو نفر هستیم که باید خیلی قویش بکنیم و آنست باشیم، آدمای امین و درستکاری باشیم و اونو درست بیاریمش بالا. بله. یه اگزمپلی که من همیشه میدم برای همون کاپل که میان، همین که شما گفتین، این ساختمون خیلی با عظمت قشنگ با ابهاتی که میخوایم درست بکنیم، فاوندیشنش، اون زیربناش، نصفشو شما داری میاری، نصفشو من دارم میارم. حالا اگر که وقتی که داریم دیت میکنیم که همه چی رو بسنجیم ببینیم چجوریه، آیا شما هم اون نقشه که میخوای بکشی همون اون نوع ساختمونه، پس با هم دیگه میتونیم اینو بسازیم. یه جاهایی میبینی همون حرفی که الان داشتیم میزدیم، اون زیربناه به نظر میاد یه جاهایی یه اشکالایی هست. این نیست که من بگم اوکی پس من تو رو نمیخوام برو، نه، به خاطر که همیشه حتی بعد از ازدواجم باز یه چیزایی پیدا میشه. بله. من باید انقدر انعطاف پذیر باشم، فلکسیبیلیتی داشته باشم که قبول بکنم و بیام نگاه کنیم با هم دیگه و بریم روش کار بکنیم. این قشنگتر میکنه اصلا رابطه رو، وقتی که ما با هم دیگه بتونیم روی چیزی کار بکنیم. و برای همین خیلی مهمه که از اول گفتم هر شخصی باید یه منتور خوب داشته باشه. حالا این منتور میتونه آدمای مختلف باشه. و 2 سوال هست که من همیشه توصیه میکنم که بپرسین از دیتتون. یکیش همین اینه که میپرسم که از هم بپرسین که اون منتور زندگیت کیه. یعنی وقتی که به یه اشکالی برخورد میکنی
با چه کسی هست که میری صحبت میکنی. یکی این خیلی چیزا رو به آدم نشون میده در موقع آشنایی. یکی این که اگرم که به نظر میاد که همه چی خیلی داره خوب جلو میره، بهشون توصیه میکنم که با یه چیزی مخالفت کن، مخصوصاً که ببینی طرف چجوری ریاکت میکنه. خیلی خوبه. اون چیزی رو که وقتی که با عقیدش مخالفی، یا یه چیزی هم میتونه دو راه هر دوش برات اوکیه، تا حالا مثلا گفتی اوکی راه تو رو انتخاب میکنیم که همه چی سموث باشه، بیا حالا یه دفعه نکن این کارو. میتونه سر چیزای خیلی معمولی هم باشه، ببین چی میشه. اینم خیلی اخلاق طرفو نشون میده که چجوری دیل میکنه با اختلاف نظر. میتونم سوال کنم؟ بله. راجع به پریناپ چی فکر میکنی؟ پریناپ چون که یه نفر وضع مالیش خیلی خوبه، یا خانم یا آقا از طرف خانوادگی، و خیلی وقتا هم پیش میاد که در همین که میگی که خانواده با هم شاید کار بکنن یا هر چیزی، یا شاید یه طرف از بچگی شروع کرده به کار کردن و یه سرمایه خیلی زیادی داره و میخواد که هر چیزی که بعد از ازدواج هست مشترک فقط باشه، اون چیزایی که قبل بوده مال خود طرفه. اوکی. و اینو باید یه ورقه ساین بکنن. اینا راجع به اون چی فکر میکنین؟ پریناپچوال اگریمنت هم من تا اونجایی که شاهدش بودم، موقعی که اشتباه و به نیتای بد دارن این کار رو انجام میدن پرابلم میشه. وقتی که یه نفر این صمیمیت و این راه درست رو رفته جلو و شیر کرده همون چیزای مالی رو و صمیمیت درسته، یعنی واقعا آشنایی به جایی داره میرسه که میخوان با هم ازدواج کنن و زوج خوبی هستن، پریناپچوال اگریمنت یه چیز انقدر ترسناک وحشتناکی نمیتونه باشه. یه چیز خیلی ریزنبلیه. الان هم خیلی معموله توی آمریکا به خصوص، من نمیدونم حالا جای دیگه هم هست. اونی که مثلا میاد یه هفته قبل از عروسی یا شب عروسی میگه بیا بگی اینو ساین بکن، اون اصلا از روز اول نیتش نه فقط در امور مالی، اصلا نیتش بد بوده. درسته. در این آشنایی. اون کسی هم که از اول واقعا دوستانه و خوب رفته جلو، حالا مثلا بخاطر همین که شما میگین یه طرز چیز وضع خانوادگی یه جوریه که خیلی فایننس های خیلی بالایی دارن، اینا باید یه جوری پروتکت بشه، کمپانی های بزرگ هست یا اینا. پریناپچوال اگریمنت هم دو طرف هست، یعنی اینا رو با یه نفر که منتور درستی باشه، درست راهنمایی بکنه، و با فاینانشال انالیست و با وکیل که اگر که رفتیم تو زندگی یه موقع پرابلم شد، چون که چیزی که گارانتی که نیست، ما درست هم رفته باشیم جلو، ولی گارانتی که نداریم که ازدواج همه چیش درست میشه. پریناپچوال اگریمنت دو طرف است. از طرف اون کسی هم که پریناپ رو باید ساین بکنه، اونم یه پریناپ به اون میده که پس منم این قرارا رو دارم با تو. میتونه این خیلی یه چیز خیلی راحت اوکی باشه. من مخالف یا موافق نیستم باهاش. برای بعضی کاپلا کار میکنه و باید باشه، برای بعضی کاپلا یه نیت بدی توشه که اون طرف میخواد انجام بده. من اون نیتش برام مهمتره به عنوان یه تراپیست، ببینم منظور از این کار چیه، ولی اگنستش یا فورش نیستم. اوکی. سوال بعدی من بکنم یا میخوای ادامه بدی؟ نه، میتونیم با این تموم بکنیم. شما سوال بعدی اینه که الان خیلیا وقتی که میخوان تصمیم بگیرن، حالا دوست دختر دوست پسرن یا نامزدی میکنن یا هر چیزی، چه در ایران چه در آمریکا چه در اروپا، چون یه چیزیه که الان شده سراسر دنیا، دختر و پسر تصمیم میگیرن که با هم قبل از ازدواج برن خونه بگیرن و برن با هم دیگه زندگی بکنن تا وقتی که حالا برن دیگه اون عقدنامه رو امضا کنن. نظر جناب عالی چیست؟ از اون سوالهای خیلی داغ بود. خیلی یه برنامه. حالا من سوال شما رو با یه سوال جواب میدم. بفرمایید. بعد هر کسی میتونه خودش برداشت بکنه که من چی فکر میکنم. اگر که ما از اول گفتیم قصدمون از آشنایی ازدواجه، اوکی، بیرون رفتیم، همه چی هم خوب جلو رفته، همدیگر هم دوست داریم، بیا با هم زندگی بکنیم، یعنی چی؟
خب ازدواج کنیم با هم زندگی کنیم دیگه. خب آخه میبینی که من نمیفهم، مثلا تو ایران رو که نگاه میکنم، این فیلم ها رو که میبینم بعض وقتا یارو 5 سال 6 سال اینا با هم دیگه عقدن ولی با هم زندگی نمیکنن تا اینکه عروسی میکنن بعد میرن تو یه خونه. ولی تو آمریکایی به خصوص که جلو چشم خودم میبینم که اینا خیلی راحت میگن که نه ما میخوایم با هم زندگی بکنیم و اصلا همدیگر رو اینجوری بهتر بشناسیم و اصلا ببینیم که حتی آیا از لحاظ سکسی با هم دیگه میتونیم با هم دیگه از هم خوشمون میاد، خب به همین دلیل من اشکال دارم با این موضوع، به خاطری که به نظر من اینجا نیت یه جوری داره عوض میشه. نیت من دیگه اونجوری صادقانه نیست. خب اگه من از اول گفتم میخوام ازدواج بکنم، این با هم دیگه زندگی بکنیم یعنی چی؟ خب اگه میخوای با من زندگی بکنی یعنی منو دوست داری دیگه، میخوایم با هم باشیم دائما. خب اون میشه ازدواج. خب ازدواج کنیم با هم زندگی کنیم. این یه اکسکیوزه. آره. به نظر من این یه اکسکیوزه. فقط آخه ورقه رو ساین نکردن. That's it. خب همون ورقه میشه ازدواج. همین. و ما از اول دیت کردن گفتیم من دارم میام بیرون به قصد ازدواج. مگه من اینو از اول نگفتم به شما؟ خب پس دیگه با هم زندگی بکنیم یعنی چی؟ وقتی که ازدواج میکنیم با هم زندگی میکنیم. و این کلیدش دست دختراست، به خاطری که برمیگرده به سکس، همون برمیگرده به روابط جنسی. یعنی اگر که یه نفر داره میگه که تو بیا بدون هیچ تعهدی با من بخواب، خب داره اینو میگه. خب ببین بعضی وقتا هم که مثلا بچه دار میشن همین تو این مدتی که به اصطلاح نامزدیه و مجبور میشن عروسی زودتر بگیرن، یا مثلا عروس با شکم حامله میاد، یا حتی یه وقتایی هم شده دیدیم که اصلا ازدواج هم نکردن، بچه به دنیا اومده، بعد بچه شده جزو ساقدوشان بعدن که یعنی منظورم همه جور هست. That's right. و اینم که میگن از لحاظ جنسی همدیگر با هم دیگه باید چای بکنیم، اینم باز یه اکسکیوز، بزرگترین اکسکیوزاییه که آدم میتونه بشنوه. توی اون برنامه قبلیمون روابط جنسی قبل از ازدواج صحبتشو کردیم، به خاطری که وقتی که اگر که ما درست بریم جلو این پایه ها رو، اتفاقا اینا رو هم نوشتم، ما مرحله اول که میریم بیرون اکسایتمنت داریم و همراه با علائم فیزیکی و این چیزا. مرحله دوم ایجاد اعتماده. مرحله سوم ایجاد تعهد و وفاداریه. معمولاً من هنوز اون ایجاد تعهد و وفاداری رو ندارم، ولی میخوام با طرف برم زندگی بکنم. اگر من به این مرحله 3 رسیده باشم، الان دیگه دلم میخواد ازدواج کنم باهاش. یعنی پریمچوره. من میام این عقیده رو شیر میکنم. 2 دقیقه. من میام این عقیده رو شیر میکنم باز به خاطر که نیتم یه جوری عوض شده. درسته. خب حالا مثلا با هم دیگه زندگی کنیم که روابط جنسی داشته باشیم، ولی اگه میخوای زن و شوهر باشیم why do we need to do that؟ ازدواج کنیم، بعد رابطه جنسی هم داریم، با هم زندگی میکنیم. خب 1 دقیقه مونده. اوکی. پس قبل از ازدواج سکس خبری نیست. من بازم اینجوری بهتون دوباره برمیگردیم به برنامه قبلیمون رو برمیگرده. بله. آره. به خاطری که اجازه نمیده که این مراحل درست جلو بره، چون که دیسترکشنه. هم اونجا که گفتم باید دائم به خودمون بگیم که من دارم دنبال شریک زندگی میگردم. حالا بازم یکی میتونه بگه خب شریک زندگیم سکشوالی هم باید کامپتیبل باشه. من به شما قول میدم که اگر که این مراحل درست جلو بره، مشاور خوب آدم داشته باشه، این راه ها رو درست بره، صادقانه صحبت بکنه، حرفاشو بزنه، خواسته هاشو بگه، اون طرفو اینو من زود بگم چون که اینام خیلی مهمه. از همون اولین ملاقات صادق بودن در مورد نیتمون و هدف خودمون از آشنایی بگیم، با دقت گوش کنیم و خواستنه های همدیگه و فکر نکنیم بعد از ازدواج حالا من عوضش میکنم. ارزیابی زمینه های مشترک، ارزش ها و هدف های مشترک،
درک این که اگر هم رابطه به جایی نرسه اشکالی نداره، یعنی فکر نکنم من الان این اینوستمنت رو گذاشتم باید بشه، چون که همین این یه موقع ها باعث میشه که ما یه چیزایی رو چشامون رو ببندیم نبینیم دیگه. اون خیلی مهمه. ارزیابی نحو برخورد با اختلاف نظر و مدیریت استرس در محیط و مناطق مختلف زندگی همدیگه رو ببینیم، محل کار، با دوستا، با خانواده ها، جاهای تفریحی. مشاوره با شخص قابل اعتماد که میتونه همون دوست و خانواده و منتور و اینا باشه. اگر که این راه ها رو ما جلو بریم و همه چی درست جلو بره، اون کانکشنی رو که میخوایم از لحاظ رابطه جنسی هم با هم داشته باشیم خواهیم داشت. ولی کسانی هستن که رابطه جنسی رو ترای میکنن، خیلی هم خوبه، هر دو نفر هم راضی هستن، ولی بعداً ازدواج باز هنوز به هم میخوره. چرا؟ چون که این پایه ها درست نشده. ولی اگر ما این ساختمون رو با هم درست بسازیم، اگه سکشوالی هم یه پرابلمی باشه برمیگرده به یه چیز شخصی و میتونیم روش کار بکنیم و رابطه شخصی رو هم درست بکنیم. ولی اگه این پایه ها رو از قبل از ازدواج درست نسازیم، بعد از ازدواج دیگه خیلی سخته که تازه حالا بخوایم بیان بسازیم. درسته. Does that make sense؟ خیلی. نه من خب این سوالا رو میکنم چون میدونم که خیلی میدونی من چی فکر میکنم. نه میدونم چی فکر میکنی، ولی میدونم مردم هم چی فکر میکنن، چون دارم میبینم دیگه همه اینا رو تو پرکتیس هر دوتامون هست دیگه. اصلا ساختن این استپا با هم دیگه اون اترکشن و اون جاذبه سکشوال هم پیش میاره. آره، به خاطر اینکه ما داریم میسازیم با هم یه چیزی دیگر رو بشناسن، واقعا دو تا روح که عاشق هم میشن تمام اینا پیش میاد به طور طبیعی. فقط من میخواستم، من سوالایی که میکنم فقط سوالای من نیست، سوالاییه که سوال همه است. در هر صورت برنامه ما بازم به اتمام رسید متاسفانه. اینقدر بحث شما شیرین و ما یاد میگیریم که واقعا نمیخواستیم تموم بشه، ولی خب قول میدی که در چند هفته آینده که به احتمال زیاد میشه از ژانویه دیگه میفته. بله، امید خدا. انشالله که باز مهمون ما هستی و باز برمیگردی با سوژه های جدید. امیدوارم تانکسگیوینگ هم خیلی بهتون خوش بگذره. مرسی، شما هم همچنین. بینندگان عزیزم میتونن اگه سوژه‌ای به فکرشونه یا یه موردی میتونن توی سوشال میدیا برای من یا شما بفرستن. حتما همیشه ما در خدمت هستیم. در صورت دوستان عزیز، روزگارتون خوش. امیدوارم که سالم و سلامت باشین. هفته آینده چون تانکسگیوینگ ما به احتمال زیاد ساختمون بسته است، اینطوری که من از پارسال یادمه. 2 هفته آینده بنده در خدمت شما خواهم بود. خدا نگهدار. خداحافظ.